الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه قبل آیاتی رو در مورد صبر که امام نووی رحمت الله علیه ذکر کرده بود همراه با انواع صبر و اقسام مردم در هنگام صبر مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرض کردم. در برنامه امروز در ادامه مبحث میپردازیم به قرائت و ترجمه روایاتی که امام نووی رحمت الله علیه در این باب، یعنی باب سوم کتاب ریاض الصالحین و باب الصبر ذکر کرده. ایشون روایت 26 را از صحابی بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنه نقل کرده. ابو مالک اشعری نامشون بود حارث ابن عاصم. ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنه روایتی رو نقل کرده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول گرامی اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الطهور شطر الایمان، الطهور شطر الایمان، پاکی و نظافت و طهارت یک بخشی از ایمان هست یا نیمه ایمان و نصف ایمان هست. و علتش هم این است که خود طهارت، یعنی طهارت گرفتن، وضو گرفتن، غسل کردن همراه با نیت طهارت و حصول پاکی، این یک نوع عبادت هست. در کنار این که یک نوع عبادت هست، زمین ساز عبادات بقیه هست. بقیه عبادات مانند نماز، مانند طواف، مانند تلاوت قرآن و زمین ساز تقرب به الله متعال هست و یکی از مواردی هست که سبب می شود که گناهان انسان در واقع آمرزش بشوند و بخشیده بشوند. یکی از کفاره های گناهان که گناهان من و شما را از بین میبرد وضو گرفتن هست. فرمودند الطهور شطر الایمان، پاکی و طهارت بخشی از ایمان یا به تعبیر دقیق تر نیمی از ایمان هست. و الحمدلله تملأ المیزان، و الحمدلله یعنی جمله الحمدلله. الحمدلله یعنی سپاس برای الله. پروردگارا ما سپاسگزاریم، شاکریم از تو. الحمدلله تملأ المیزان، میزان اعمال را، میزانی را و ترازویی را که در روز قیامت الله متعال با آن اعمال من شما را وزن می کند و می سنجد، همین الحمدلله اون را پر می کند. یعنی ثواب خیلی عظیم و بزرگی را دارد. و سبحان الله و الحمد لله تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. و جمله دیگر، ذکر دیگر از اذکار بسیار زیبا هست. سبحان الله و الحمد لله، سبحان الله و الحمد لله. این ذکر سبحان الله و الحمد لله میان زمین و آسمان را پر می کند. یعنی ثوابش و ارزشش به اندازه فاصله ای هست که در میان زمین تا آسمان وجود دارد. این فضا را پر می کند. در ادامه می فرمایند که والصلاة نور، والصلاة نور، نماز نور هست، روشنایی هست، هم در دنیا و هم در روز قیامت.
در دنیا رسول الله صلی الله علیه و سلم این خبر را به ما دادند که کسانی که در دنیا در هنگام تاریکی به مساجد می روند در روز قیامت نورشان کامل خواهد بود. بشر المشائین فی الظلم الی المساجد. آنهایی را که در تاریکی شب به مسجدها می روند برای اقامه نماز، آنها را بشارت بده به نور کاملی در روز قیامت. و همچنین در دنیا کسانی را که نماز میخوانند ولو این که از نظر رنگ پوستشون زیبا نباشند اما به دل می نشینند، یک شیرینی و حلاوت خاصی را دارند. اهل طاعت و بندگی، اهل نماز محبوب دلها هستند، تمام مردم اونها را میپسندند و یک نوری در چهرهشون نمایان هست ولو این که رنگ صورتشون و پوستشون روشن نباشد، اما نور ایمان و نور نماز در چهره های انسان های نمازگزار واضح و آشکار هست. و الصلاة نور، نماز نور هست. و الصدقه برهان، صدقه دلیل هست، مدرک هست. صدقه برهان هست. برهان برای چی؟ صدقه دلیل چی هست؟ صدقه دلیل بر ایمان هست، دلیل بر باور قلبی هست. به این دلیل که انسانی که شب و روز زحمت کشیده، عرق جبینش ریخته، خستگی رو تحمل کرده به خاطر این که مالی رو کسب کند، وقتی که این مال رو کسب کرده و مال اون گونه که در روایات اومده و هر کسی از من و شما هم اینو احساس میکنیم که محبوب برای انسان، هر کسی مال خودش رو دوست دارد، محبوب هست. آن کسی که با وجود محبتی که با مال دارد این مال را دو دستی به فرد دیگری که نیازمند هست تقدیم می کند، یعنی این که در قلبش باور دارد و ایمان دارد که اگر من این مال را به این فقیر و مستمند بدهم، الله و پروردگار من جایگزین بهتری را به من خواهد داد، الله در روز قیامت پاداش بزرگتری را به من خواهد داد. پس بنابراین صدقه برهان هست، دلیل بر ایمان هست، دلیل بر باور هست. و صبر ضیاء، این مطلبی هست که مورد بحث ما هست. و صبر ضیاء، میفرمایند که صبر روشنایی هست. قبلا هم فرموده بود که و الصلاة نور، نماز نور هست. در ادامه میفرماید که و الصبر ضیاء، صبر ضیایی هست. ضیا و نور در زبان فارسی هر دوتا به معنی نور و روشنایی هستند. الان چه تفاوتی در میان ضیا و نور هست؟ یک تعبیر بسیار دقیق و قشنگی هست در اینجا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. علتش این هست که شاید نماز خواندن زیاد برای انسان سخت نباشه. این وقتی که انسان نماز میخواند دل درد نمیگیرد، دردی رو رنجی رو تحمل نمی کند، شاید برخلاف میلش نباشد، اما صبر کردن خیلی طاقت میخواد. انسان در صبر باید تلخی ها رو تحمل بکند. مصیبتی برایش افتاده که قلبش میسوزد، دلش پر از خون هست، اما بازم صبر میکند، یعنی همراه با حرارت هست. تعبیر جالبی رو که الله متعال درباره شمس و قمر آورده در سوره یونس، الله متعال میفرماد هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. الله آن کسی هست که خورشید را ضیاء قرار داد و ماه را نور قرار داد. نور ما حرارت ندارد، نور خودش را از خورشید گرفته، اما نور خورشید همراه با حرارت هست. صبر هم
همراه با حرارت هست، همراه با سوزش هست، همراه با تلخی هست. بین خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم برای صبر ضیا را این تعبیر را به کار بردند و برای صلات و برای نماز نور را به کار بردند. در ادامه می‌فرماید که والقرآن حجة لك او علیک، قرآن دلیلی هست، حجتی هست به نفع تو یا به ضرر تو، یا به له تو هست یا علیه تو. یعنی این که از این دو حالت خالی نیست. این گونه نمی شود که قرآن در وسط بی‌طرف باشد نسبت به شما. قرآن نسبت به من و شما بی‌طرف نیست، یا به نفع من و شما گواهی می‌دهد یا علیه من و شما و به ضرر من و شما گواهی می‌دهد. والقرآن حجة، قرآن حجت هست، دلیل و مدرک هست، لک او علیک، یا به نفع تو یا به ضرر تو. قرآن که گواهی خودش را خواهد داد، در روز قیامت شهادت می‌دهد و شهادت کلام الهی قابل قبول هست، الله متعال میپذیرد. اما سوال اینجا هست که این قرآنی که حجت هست، باید من و تو از خودمون بپرسیم که در روز قیامت حجتی به نفع ما خواهد بود یا به ضرر ما؟ قرآن برای ما شفاعت میکند یا از ما شکایت میکند؟ این را امروز تو باید انتخاب بکنی. خودت میتونی یکی از این دو گزینه را انتخاب بکنی. میتونی به گونه زندگی بکنی که قرآن در روز قیامت از تو شکایت بکند، اختیار خودت هست. خودت انتخاب کردی در روز قیامت جورش را و عذابش را تحمل میکنی. میتونی انتخاب بکنی که قرآن دلیل تو باشد، شافع تو باشد، حجتی برای تو و به نفع تو باشد. این هم امروزه در اختیار تو هست. الحمدلله که الان که حرفهای ما رو میشنوی زنده هستی، حیات داری. یعنی این که الله متعال به من و شما الان فرصت داده که انتخاب بکنیم. قرآن به نفع ما گواهی بدهد یا به ضرر ما. اگر بر قرآن عمل کردی، قرآن را خواندی، در قرآن تدبر کردی، فهمیدی، لذت بردی از قرآن، تلاوت کردی قرآن را، بر احکام قرآن عمل کردی، اوامرش را به جا آوردی، نواهی قرآن را کنار گذاشتی و از آن دست کشیدی، مطمئن باش که قرآن به نفع تو شهادت می‌دهد. اما اگر قرآن را پشت سر گذاشتی، اصلا نخوندی، قرائتش رو یاد نگرفتی، تلاوت نکردی، معنی و مفهومش را نفهمیدی و اگر فهمیدی بر آن عمل نکردی، مطمئن باش که در روز قیامت علیه تو شکایت خواهد کرد. کل الناس یغدو، کل الناس یغدو. همه مردم صبح میکنند. وقتی که شب شد، همه اونایی که دیشب خوابیده بودند صبح برایشون میاد. یک وقتی از خواب بیدار میشوند. کل الناس یغدو فبائع نفسه. همه اینهایی که بیدار میشوند خودشان را میفروشند. خودشان را میفروشند. اما به کی میفروشند؟ در برابر چی میفروشند؟ اینش مهم هست. انسان وقتی که بیدار میشود، صبح میکند، خودش را میفروشد. اما بعد از فروختن چی؟ فمعتقها او موبقها. فمعتقها او موبقها. از دو حال خالی نیست. یا خودش را آزاد میکند یا اینکه خودش را هلاک میکند. انسان بعد از بیدار شدن در صبح یا خودش را آزاد میکند یا خودش را هلاک میکند. انسان مسلمان چه کار میکند؟ با اذان فجر یا اونهایی که الله توفیقشون داده قبل از اذان فجر بیدار میشوند. چه کار میکنند؟ مشخصه. وضو میگیرند، نماز شب میخونند، قرآن میخونند، ذکر میکنند، منتظر نماز صبح هستند. از آن که گفته شد میروند مسجد، نماز میخوانند. بعد از نماز هم نشستن در مسجد تا وقت اشراق و صلات ضحی. یا اگر کار داشتن زودتر میروند دنبال کار و زندگی خودشون. خب این کار انسان مؤمن و مسلمان هست.
این انسان خودش را نجات داده، جان خودش را خریده، از عذاب خودش را نجات داده. فمعتقها، خودش را آزاد کرده. کسی که صبح نماز را با جماعت بخواند در ذمه الله و تحت حفاظت و نظارت الله است. اما کسانی هستند که خودشان را هلاک میکنند، تباه میکنند. اونها چه کسانی هستند؟ اونهایی که خواب و بیداریشون فرق نمی کند جز این که وقتی که بیدار بشوند بیشتر فساد و گناه می کنند. بس وقتی که خوابیدند مثل یک مردار احساس نمی کنند، گویا که زنده نیستند، هدفی برای زندگی و برای بیدار شدن ندارند و وقتی هم که بیدار شدند الله حفاظت بکند. شاید ساعت 10 و 11 ظهر بیدار شدند. وقتی هم که بیدار بشوند اولین کاری که انجام میدهند معصیت الله هست، سراغ نمیدونم موسیقی و فلان گناه و فلان کار بد میروند. این انسان ها خودشان را تباه کردند. امروز شما اختیار دارید که خودتان را میخرید، بازخرید میکنید، نجات میدهید، یا اینکه خودتان را تباه میکنید. پس بنابراین اگر ما دنبال این هستیم که نامه اعمال ما و ترازوی اعمال ما سنگین بشود، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما آموزش دادن که الحمدلله تملأ المیزان و سبحان الله و الحمدلله تملأان ما بین السماوات والارض، که اینها میان زمین و آسمان را پر می کنند. اگر ما می خواهیم که نصف ایمانمون کامل بشود، نیمی از ایمان ما کامل بشود، همیشه با وضوء طهارت باشیم. اگر می خواهیم که نور داشته باشیم، نماز بخوانیم. اگر می خواهیم که ایمان خودمان را امتحان بکنیم، دلیلی برای ایمان داشته باشیم، صدقه بدهیم. اگر روشنایی می‌خواهیم صبر را پیشه بکنیم. انتخاب بکنیم در این دنیا که قرآن حجت برای ما باشد یا علیه ما. و همین امروز که الله متعال به من و شما فرصت داده که خودمان را نجات بدهیم از آتش جهنم، باید این کار را انجام بدهیم. بهشت برین الله متعال را برای خودمان رقم بزنیم با اعمال صالحه و با ایمان خودمان و خودمان را از آتش جهنم انشاءالله نجات بدهیم. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.